آپدیت جدید گوگل اومد و کمر این دوستمون زیر این آپدیت خم شد. دیروز آپدیت جدید گوگل با نام آپدیت مارس 2024 در هسته اصلی گوگل منتشر شد. این آپدیت تمرکز اصلیش روی محتوای واقعا مفید و مبارزه با اسپم هست. سیاست جدید گوگل در مبارزه با اسپم توی 3 بخش اصلی متمرکز شده. 1. سوء استفاده از اعتبار دامنه‌های منقضی شده. 2. سوء استفاده و تمرکز بر تولید محتوا در مقیاس بالا و حجم زیاد. و 3. سوء استفاده از اعتبار سایت دیگه. اما چرا و چه مواردی تو این 3 سیگنال هست با من در ادامه ویدیو همراه باشین تا توضیح بدم. سوء استفاده از دامنه‌های منقضی شده. اینکه یک دامنه منقضی بشه و ما بخوایم دامنه جدید همون دامنه رو ثبت کنیم و از اعتبار اون استفاده کنیم، گوگل میگه خلافه. اما چرا؟ اگر یک دامنه که اعتبار داشته منقضی بشه و ما بیایم یک مورد دیگه که ارتباطی با موضوع قبلی نداشته باشه استفاده بکنیم، این از نظر گوگل خلافه. اما مثالی که خود گوگل زده، گفته یک سایت در زمینه پزشکی محتواهای مفیدی تولید می‌کرده و منقضی شده و یک نفر اومده اون دامنه جدید رو ثبت کرده و محتوا در مورد شرط‌بندی و قمار منتشر کرده و از اعتبار دامنه استفاده کرده تا اون بیاد بالا و رتبه بگیره. دومین مورد، سوء استفاده و تمرکز بر تولید محتوا در مقیاس‌های خیلی زیاد هست. گوگل میگه که شما اگر یک سری سایت بخواین منتشر بکنید و محتواهای در حجم خیلی زیاد که کم ارزش هم هستن و معمولا توسط ابزار یا هوش مصنوعی تولید میشن، اونها رو منتشر کنید به قصد و نیت لینک سازی و گرفتن لینک برای بالا بردن اعتبار سایت خودتون، با این مورد هم مبارزه میکنه. دلیل اصلی هم این هست که محتواهایی که با ابزار یا هوش مصنوعی در مقیاس زیاد تولید میشه معمولا کم ارزش و محتوایی هستند که به درد کاربر نمیخورن و فقط صفحات وب رو اشغال میکنن و در حجم زیاد هستن. اما سومین مورد، سوء استفاده از اعتبار یک سایت دیگه. اینکه یک شخص ثالث محتوایی رو بیاد بنویسه و بدون بررسی و کنترل کیفیت توی سایت ما منتشر بکنه به قصد گرفتن لینک و بالا بردن اعتبار سایت خودش، این هم خلاف هست. اما دلیل اصلی و این هست که این نوع محتوا معمولاً کم ارزش هستند و دردی از مخاطب دوا نمی‌کنه. برای گرفتن بکلینک هستند، مثل محتواهای حمایتی یا تبلیغاتی که گوگل هم با این مورد مبارزه میکنه و سایت رو جریمه خواهد کرد. مثالی که خود گوگل زده، گفته یک سایت که در زمینه آشپزی محتوای خیلی خوبی رو تولید کرده، رتبه داره، یک شخص دیگه بیاد محتوا در زمینه لوازم آشپزخونه بنویسه که کم ارزش هست، به قصد لینک سازی با این مبارزه میکنه. اما دلیل اصلی محتواها و کم ارزش بودن و کیفیت کم محتوا هست. اما چیکار کنیم که مثل این دوستمون توی آپدیت های گوگل افت رتبه نداشته باشیم و کمرمون خم نشه؟ توی این 5 سالی که من توی حوزه سئو دارم کار میکنم و آپدیت های خیلی زیاد و مهمی هم گوگل داده، یه نتیجه کلی گرفتم. اگر تمرکز ما روی تولید محتوای مفید و کاربرپسند باشه، به هیچ عنوان رتبه هامون رو از دست نمیدیم. هر آپدیتی هم که گوگل بده مشکلی برای ما پیش نمیاد. اینکه حتما محتوا به درد کاربر بخوره و جواب کاربر رو بدیم، مشکل کاربر رو حل کنیم. دومین مورد،
بحث لینک سازی و رپورتاج هست. با این آپدیت جدیدی که گوگل داده به این راحتی نمیتونیم فقط یک رپورتاج منتشر کنیم و اعتبار بگیریم. باید یک استراتژی درست داشته باشیم برای لینک سازی، بک لینک و رپورتاج.